شهریور شلوغ میشه، پاییز شلوغی خواهیم داشت. همین سال گذشته گفتم ماه عسل آقای پزشکیان تمام میشه. شلوغ معنی نیست که تظاهرات بشه، الان شلوغ کشور. یک عامل و دو عامل که نیست که. شما هواشناسی میکنید چندین عامله. هوای سیاست بسیار شلوغ‌تر از هوای کوهستان و دریا و آسمانه. من وقتی ترامپ آمد بر اساس روانشناسی شخصیتیش مکعب اقدام ترامپ رو نوشتم دیگه. گفتم چه خواهد کرد که الان همون کارا رو داره میکنه. الان فشار به شما میاره. اگر شما مسائل دیپلماتیکی مثلا در پرونده نپذیرید، تقابل اقتصادی رو زیاد میکنه و اگر باز اقتصادی جواب نده، حمله نظامی میکنه. دکترین آمریکایی‌ها 2015 محدود کردن همکاری‌های بین‌المللی با ایران و محاصره منطقه‌ای تهرانه. همون زمانی که برجام امضا شد نگفتم این کارو میکنن و کردن. رهبریشو آمریکا به عهده میگیره، اسرائیل مدیریتش رو به عهده میگیره، پشتیبانیشو اعراب.